من همیشه میگم که یک چیز در جهان باعث پیشرفت، خلاقیت، دیده شدن و کیفیت بالا میشه. یک فرمول خیلی کوچیک داره. اینکه کاری رو که انجام میدی به درست ترین، شرافتمندانه ترین شکل ممکن انجام. این در مورد همه چیزها فرقی نمیکنه که تو هنرمند باشی یا الکتریکی داشته باشی یا رنگکار ساختمون باشی یا هر چی. مثلا یک کلید یا پریز تو خونت شل میشه، تو بلد نیستی اینو صفر کنی، جا بندازی. میری الکتریکی سر کوچه یه دوستی رو میاری، میگه اینو برام سفتش کن، درستش کن. میاد اینو ماسمالی میکنه و یه چیزی بس کبریت میذاره از تو، دیدی؟ بله. یه چیزی که این فقط وایسه میره. تو دوباره دو شاخه رو میزنی، میکشی بیرون، کلا میریزه پایین. تو دوباره نمیری سراغ این طرف هیچ وقت. هر کی هم میپرسه الکتریکی میگه اینجا نری یا سر کوچه ما، برو یه جا دیگه پیدا کن. اما یکی میاد با تمیزی وسواس این کارو انجام میده، اگه پیچ خوب نداشته باشه یه دونه از صندوقش در میاره میزنه فلان فلان تر و تمیز. هیچ وقت اون دیگه کنده نمیشه، چون هر بار کار داشته باشی به اون میگی، هر کی هم میخوای معرفی کنی میگه برو این سر کوچه ما بی‌نظیره. فرقی نمیکنه چی کار میکنی، مهم اینه که با چه کیفیتی اون کارو انجام میدی. ما یه ذره ماسمالی میکنیم همه چی رو. فرمولش همینه. ماسمالی کنی به هیچ جا نمیرسی. بخوای پول فقط دراری به هیچ جا نمیرسی، بخوای مشهور شی به هیچ جا نمیرسی. ولی اگر مشخصاً به کاری که میکنی متمرکز باشی و به درست ترین شکل ممکن انجام بدی، بدون اینکه به شهرت فکر کنی میاد، بدون اینکه به پول فکر کنی میاد، بدون اینکه به خود به خود این اتفاق میفته.